برمکیان خاندانی حکومتگری قدیمی تاجیکان که اصلشان از بلخ بود، در معبد نوبهار موبد و صاحب اموال بسیار غیر منقول بودند. برمکیان در دربار شاهانی باختر وظیفه وزیری، دبیری، موبد موبدان را اجرا نموده، در زمان ساسانیان نیز مقام بلند را صاحب بودند. موافق روایت ها معبد نوبهار را شاه کیانی لوهراسپ اساس گذاشته است که تا اصطلاح عرب مرکز بزرگترین دین زردشتی محسوب می شد. در دوران ساسانیان نیز یکی از آتشکده های نامی بود. برمک اسم خاص نیست بلکه عنوان سرگاهین این معبد بود که در فلسفه، نجوم و طب تسلط داشت. سال 705 برادر قتیبه عبدالرحمن اهل خاندان برمکی را اسیر گرفت، اما از بس که آل برمکیان میان مردم شهرت داشتند، آنها را به کارهای وزارت خلافت جلب گردیدند. پسر برمک جعفر را به دمشق آوردند، وظیفه وزیری دادند. بعداً پسر جعفر خالد در زمان خلیفه صفاح سردار دیوان لشکر و خراج تعیین گردید. سالهای 765 و 769 والی طبرستان گردید. شهر منصور را بنیاد و در ساختمان بغداد شرکت نمود. خلیفه منصور خالد را والی موصل، پسر او یحیی را والی آذربایجان تعیین کرد. نفوذ برمکیان در عهد خلیفه مهدی باز هم افزود. یحیی پرستار پسر مهدی هارون الرشید و همزمان سردار دیوان رسالت همه مضافات غربی خلافت بود. در عهد هارون الرشید یحیی وزیر تعیین گردید. بسیار کارهای خلافت، سیاست خارجی و داخلی، سودا، دین را اجرا می نمود. پسر کلانی یحیی فضل سالهای 792 و 796 والی ایران غربی و بعداً والی خراسان بود. فضل برای آبادانی خراسان کارهای بسیار انجام داد. زمان او در سراسر خراسان مسجدها، کاروانسرایها، جویبار و پلها ساخته شدند. فضل از حساب تاجیکان دسته خاصی لشکریان را تشکیل داد که تعدادشان از 100,000 زیاد بود. در ستادیدن خراج از ولایت ها نظام دائمی جاری نمود. در مملکت آرامی تمام جاری شد. تدبیرهای وطنخواهانه فضل آبرویش را در بین مردم افزود. برادر فضل جعفر هم از خلیفه هارون الرشید قرابت داشت و همچون خطاط، اخترشمار و سخنور صاحب احترام بود. والی یک قطار ولایت ها تعیین شد. همچنین فضل برای رونق علم و فرهنگ نیز تلاش بسیار نمود. از جمله صفت کاغذسازی را در سمرقند بهتر ساخت. این هنر را تا بغداد برد، رواج داد که بعداً صنعت کاغذبراری از طریق اندلس به اروپا انتقال یافت. محض برمکیان ساختار دولت عباسیان را طرح‌ریزی کرده، آن را در عهد چند خلیفه صیقل دادند و به خلیفت آیین دولتداری را آموختند. خلیفه هارون الرشید از نفوذ و اعتبار برمکیان سخت در هراز افتاده، سال 803 جعفر را قتل، یحیی و 3 پسرش را فضل، محمد و موسی را در شهر رقه زندانی کرد و آنها در زندان فوتیدند. ولی کارهای نیکی برمکیان در صفحه های تاریخ ثبت گردیدند. پس از برمکیان در خراسان نماینده دیگر تاجیکان طاهریان به سر قدرت آمدند.